خدا خوب امکانیت دادگی است تا صبح شاید 50 سال 40 سال 30 سال گناه ما و شما کردیم، پروردگار در پیشنهادش بکنی خدا تحویل به ثوابش بگردانه. خداوند مهربان چنین قدرت داره، گناه ما و تر میگیره تبدیل به ثواب میته. پس در اختیار ما و شما هست، با خدا مراجعت بکنین. این شب خوب است برادر عزیز، امکانیت خوب داریم به خدا قسم. یک قصه را برای شما میگم. بعد حضرت استاد داملا عبدالرحیم در اینجا حضور دارند. حضرت استاد بعد خدا خواه بالای منبر دعوت میکنیم انشاءالله. میگه یک پادشاهی بود، پادشاه وزیرش 3 سوال کرد. وزیر 3 سوال کرد. گفت وزیر 3 سوال، اگر این 3 سوال بدانی جواب بگوی تو وزیر باقی میمانی، وزارت در اختیار توست. اگر که ندانی میتونی وظیفه را کرسی را خالی بکنی. وزیر گفت چی سوال است؟ پادشاه گفت سوال یکمین، خدا چی کار میکنه؟ خدا چی میخره؟ خدا چی میپوشه؟ سوالا هم سوالای تعجب آور است. خدا چی میخره؟ خدا چی میپوشه؟ خوبش گوش کنین برادر عزیز، قصه بسیار تکان دهنده است، قصه بیدار کننده است، انسان بیدار میکنه. خدا چی میخره؟ کی میدونه خدا چی میخره؟ کسی نمیدونه. خدا چی میپوشه؟ خدا چی کار میکنه؟ وزیر حیران شد و عجب سوالی است. همه علما را فریاد کرد. پادشاه گفت وزیر 1 ماه وقت داری، در 1 ماه جواب اگر نگرداندی کرسی را خالی میکنی، جات کسی دیگر میشینه. علمای بسیار را جمع کرد. گفت داملاها بزرگا، سوال چنین است، خدا چی میخره، چی میپوشه، چی کار میکنه؟ باید این 3 سوال شما جواب بگین. علما میگن وزیر چنین سوالی در یک جای نآمده است که خدا چی میخره، کدام نماد طعام میخره، کدام نماد آب مینوشه، نآمده است. خدا نیازی به اینها نداره. و پوشاک خدا را هم در هیچ جا نآمده است که چی متریال، چی پوشاک، چی نمود. و کار خدا را ما نمیدانیم که خدا چی کار میکنه. خدا همه کار را میتونه کرده، اما که تو میگی الحال چی کار میکنه، ما نمیدانیم چی کار میکنه. 1 ماه جست، روزها بسیار کم ماند، 1 روز و 2 روز ماند. پادشاه هر وقت میدید وزیر روزها بسیار نزدیک شده است، اگر جواب نیافتی وزارت خالی میکنی. وزیر بسیار غمگین. وظیفه دست دادن کار آسان نیست برادر عزیز. یک روز وزیر داخل قصر میشید. خوب گوش کنین برادر عزیز، شاید یادتان بمانه، شاید ایماناتان در تکان بشوه. وزیر داخل قصر میشید. یک غلام سیاه پوستی در سر رش ایستاد، نگاه کرد که وزیر بسیار زیق است. گفت جناب وزیر چرا زیق هستین شما؟ گفت آلی بعضا ما کس به نظر نمیگیریم، یه نفری را به نظر نمیگیریم که پیش خدا همون بلند است برادر عزیز. 1 نفر ما و شما قدر نمیکنیم، پس میشماریم، شاید روز قیامت پیش ما برای بیش. گفت تو غلام به کار ما چی؟ تو به کار ما کارگیری چی؟ تو مسائل ما را نفهمی، چی کار داری به من؟ غلام گفت که جناب وزیر بگو، شاید که خدا از کارساز اما سبب هست، شاید که به واسطه من. گفت به واسطه تو هرگز حل نمیشه، به تشویش باش. نظرش نگرفت. زمانهای حضرت موسی بود. حضرت موسی علیه السلام عالما در برابر که یک کس به نظر نمیگیره، حضرت موسی الله مهربان گفت موسی کسی را بیاو که از تو پس باشه. حالا تواضع پیغمبرا را ببینیم. چنین تواضع نباشه برادر عزیز ما و شما بالا نمیریم پیش خدا، مقام بالا نمیشوند. حضرت موسی کاف این را میدید اون را میدید، هر کسی را نظر میکرد، کسی را چیزی را از خودش پس نمیافت. یک جا رفت یک سگ دید، یک سگ. گفت همین سگ شاید از من پس باشه. سگ صدا برآورد موسی چرا ما را از خودت پس میکنی؟ ترم خدا خلق کرده است، مرم خدا خلق کردگی است، چرا مرا نظری پس میگیری؟ حضرت موسی گریان شد. خدایا گفت من از خودم پس کسی را نمیآورم.
چنین تواضع بود برادر عزیز. جای میشه ما کسی رو به نظر نمیگیریم که ولی خدا همون است، اهل دعا همون است، اهل نفس همون است. غلام وزیر نظر نگرفت، سختش گرفت. غلام کو بگو. گفت که پادشاه سوال داده است. گفت چی سوال؟ گفت 3 سوال است. خدا چی میخره؟ خدا چی میپوشه؟ خدا چیکار میکنه؟ گفت نمیدونی خدا چی میپوشه؟ گفت نمیدونم. گفت من میدونم. غلام گفت چی میپوشه خدا؟ گفت خدا ستار العیوب است، از عیب بنده میپوشه، عیب ما و توی گناهگار رو میپوشه. گفت در خاکای پات بکشم غلام، تو غلام نیستی، تو پادشاهی. عجب مشکلی من را آسان کردی. دوم سوالش میدانی؟ گفت دوم سوال بگو. خدا چی میخره؟ گفت میدانم چی میخره. گفت چی میخره خدا؟ خدا غم بنده میخره. خدا غم بنده میخره. بنده من چرا از من دور هستی؟ خدا غم این میخره که چرا بنده من از درگاه من دور است، چرا بنده من گناهگار است، گناه میکنه. بنده من تو را دوست میدارم. حدیث قدسی است: انی لک محب فبحق کل محبا. بنده من تو را دوست میدارم. خدا میگه همه ما و شما را، یا ابن آدم انی لک محب، من تو را دوست میدارم. تو را قسم میتم مرا دوست بدار. خدا میگه مرا دوست بدار، من تو را دوست میدارم. چرا تو مرا دوست میداری؟ تو را مرا دوست بدار. خدا غمی بنده میخره که بنده چی با از راه خدا دور شده است. غلام میگه که سوال دوم چنین است. وزیر خرسند میشه، میگه سوال سوم. میگه سوال سوم پیش پادشاه میگیم. خوب میگه. دست وزیر میگیره میبره پیش پادشاه. پادشاه چیکار کرده؟ میگه دو تشه یافتم، یا تشه اینجا جواب میگیم. پادشاه میگه وزیر بیس. کی یافت؟ غلام جواب گفت اتاق برین پوشاکار ایواز کنین، بعد بیاین سوم جواب بگین. میرم پوشاکای وزیر غلام میپوشه. غلام و وزیر میاین نزدیک. پادشاه میگه بیس وزیر. غلام بالای تخت وزیر برا میگراید. میگه جناب وزیر. میگه بای میدونی خدا چیکار میکنه؟ میگه نمیدونم. میگه خدا را کارش نمیبینی؟ در یک لحظه وزیر غلام میکنه غلام وزیر. این کار خدا است. این شب برادر عزیز خدا ما و شما را چنین امکانیت داده است. صدا میزنه: ابن آدم انی لک محب. فرزند آدم تو را دوست میدارم و به حق کل محبا، تو را مرا دوست بدار. این شب دست بالا که بگو خدایا من تو را دوست میدارم. من آمدم با تو صلح بکنم، من آمدم با تو عهد دوستی بکنم. خدایا مرا به دوستی قبول میکنی یا نمیکنی؟ چنین صدا بزن. الله مهربان این شب همه دروازه های صلح هوی کردگی است، همه دروازه های آشتی رهوی کردگی است، همه دروازه های دعا و رحمت باز است. این شب با دعا و با تضرع بگذرانیم. برادر عزیز، در اینجا استادای بزرگ همه اشتراک دارن. از نام همه شما و از نام اهل این محله و سردارای این محله و استادای بزرگ در رأسشان بابا ایشان محمود جان و حضرت داملا عبدالرحیم استاد بزرگوار و استاد بزرگوار اکای حاجی میرزا حضور دارن و بزرگایی که در اینجا حضور دارن، همه گیره خوش آمدید میگویم. و اکای داملا عبدالرحیم را با کمال احترام حضرت بزرگوار استاد داملا عبدالرحیم بالای منبر دعوت میکنم. انشالله صحبت نوبتی را حضرت میکنن. حضرت مرحبا، آیسته به بالای منبر بیاین. حضرت بزرگا در اینجا زیاد اشتراک دارن برادرها. اکای داملا عبدالرحیم، اکای حاجی میرزا، اکای داملا محمد الله و دیگر بزرگا و عالما در اینجا حضور دارن. استاد قاری عبدالخالق، استاد قاریای جمهوری تاجیکستان، اکای قاری عبدالخالق که بیمار هستن، خداوند شفاشان بده. با وجود بیماری آمدن در مجلس ما و شما اشتراک کرده سادیان. بچه‌شان قاری سیرت الله که ما و شما یک ماه شده از دنبالش قرآن میخونیم و قاری امردین قاری شمشاد و بزرگا عموما برادر عزیز همه اشتراک دارن. از شما خواهش میکنم داخل مسجد خالی است، راست نبیسین، دهنهای در داخل مسجد کندیسنی را خنک کرده سادیان، داخل شوین و احترام بزرگا را بدانین. حضرت مرحبا، استاد بزرگوار مرحمت کنن. مرحمت حضرت. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم برای اشک دیده های شما یک مکافات بسیار زیبایی گفته است. خوشا به حال شما. 1400 سال پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن: حرمت النار علی 3 اعین. خداوند مهربان آتش دوزخ را حرام کرده است برای 3 نفر.
برای صاحب سه چشم. یکی چشمی که عین بکت من خشیت الله، چشمی که از ترس خدا از او چشم آب میبراید. او چشم هرگیز داخل آتش دوزخ نمیشه برادران. الحال او چشم در شما ما دیدم، از این چشم آب میرفت. این چشم هست که برادر عزیز هیچگاه خدای چشم داخل آتش دوزخ نمیکنه. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن روز قیامت یک انسان از گناه زیادش خداوند مهربان امر به دوزخ میکنه، میگه ایره بریم به دوزخ. یکی از همین جاهای چشمش به خدا کپ میزد. از حبیب خدا گفتن میجه چشم میگفت از خدایا مرا اجازت بده یک لحظه ما گپ زنم، یک لحظه ما گپ زنم. یکی از میجاها خدا میگفت اجازهش میداد است، میگفت از گپ زن. حبیب خدا گفتن همین میجه گپ میزد است، میگفت از خدایا حبیب تو محمد صلی الله علیه و سلم در دنیا گفته بود اگر از چشم به خاطر ترس خدا یک قطره اشک بریزه از ترس خدا، او چشم صاحبی او چشم داخل آتش دوزخ نمیشه. و همین گپ درست است. الله میگفت است بله قول پیغمبر من هست. همین میجه چشم شاهدی میداد است، میگفت است خدایا من شاهد هستم همین صاحبی من در دنیا از ترس تو گریه کرده بود. خدایا همین از ترس تو گریه کرده بود، من شاهد هستم. خدایا من شاهدی میتم، شاهدی مرا قبول کن. الله مهربان میگفت است که واقعا شاهدی درست است، این در دنیا از ترس من گریه کرده بود. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن در قیامت اعلان میشه و که یک نفر از آتش دوزخ به شاهدی یک میجهش نجات یافت. این از آتش دوزخ نجات میتن. این چشم من در شما دیدم برادرها. خدا رو میخواهم که روز قیامت شاهدی را ما و شما رو میجام بتن. این میجا روز قیامت شاهد بشیدن. خدا شاهدی اینا را قبول میکرده است. این شب چشما را ما دیدم برادر عزیز. انشاءالله امید دارم که گریه شب، ناله شب، آهی شب سبب نجات روز قیامت است برادرها. خواهش میکنم جاتون بشینین، هیچ که نخیزه جاتون بشینین. قاری ها همه جا هستن. انشاءالله یک توفه هست از رئیس همین محله و از جوان مردای این محله برای قاری های انشاءالله این توفه را میدهیم در پیش چشم شما. ایشان قاری سیرت الله دوست ما، خداوند مهربان بشینین. اگر بخیزن ما موضوع را ختم میکنیم برادرها، هیچ که نخیزه. خواهش میکنم بشینین پیش چشم شما. ما اینا را هدیه میتیم، میخیزن اینها میخیزن، شما بشینین. قاری ها را من میخیزانم پیش چشم شما. یک ماه ما و شما را خدمت کردن، لایق سزاوارن که اینا هدیه بگیرن. هدیه اینا از جانب خدا داده میشه اول، اما بچه نیوس اطاعت یک چیز از همه شما هدیه به اینها داده میشه برادرها. اینها ما و شما فقط امید دعا داریم. قاری ها از جا بخیزن خواهش میکنم. قاری اکای سیرت الله، ای برادر من اکای قاری، برادرشان اکای قاری خورشید بالا ببراین، بالا ببراین. خطی رئیس بالا براین مردم ببینن، بالا براین، بلندی ببراین مردم ببینن. همه بشینن، آواز بلند نکنین برادرها. آوازی من بس است. خواهش میکنم همه سکوت بکنن، همه سکوت بکنن.